نسبت судяи суди ноҳияи исмоили сомонии шаҳри душанбе хуршеди созода барои риоя накардани талаботи меъёрҳои кодекси мурофиаи граждании ҷумҳурии тоҷикистон доир ба муҳлати баррасии парванда интизомӣ оғоз гардида барои баррасӣ ба коллегияи тахассусии судяҳо фиристода шудааст. Дар ин бора бар асоси як мактуби ҷавобӣ муовини раиси шӯрои адлияи ҷумҳурии тоҷикистон Пулодӣ ба хабарнигаронамон роҳбари маркази таҳқиқотии журналистии тоҷикистон Хуршед Атовуллоев маълумот дод. او میگوید هرچند عیسی‌زاده برای صادر کردن شهادتنامه‌سازی 6 ساله امینجان گلمرودزاده به جوابگری انتظامی کشیده نشده باشد اما مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان امید می‌برد با آنکه صف سودیاهای بیسواد یک تا باشند هم احتمال کم شود. پرونده امینجان گلمرودزاده سرمحرر یکی از سامانه‌های مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان عین زمان به سود عالی رفته است. امینجان گلمرودزاده به آن ایبدار شده به 2 سال زندان محکوم شد که گویا سال 1989 وقتی همگی بیشتر از 6 سال داشت با یاری پدرش پیوندی گلمرود از بخش ثبت اسناد حالت‌های شهروندی یا زکس ناحیه رودکی شهادتنامه تولد گرفته است که به باوری تفتیشات قلبکی می باشد. به ایده‌های مقامات تفتیشاتی امینجان با استفاده از این شهادتنامه از مقامات کارهای داخلی ناحیه رودکی سال 1998 صاحب شناسنامه شده است. مقامات در این عمل مرحوم پیوند گلمرود پدر امینجان گلمرودزاده را که 2 سال پیش وفات کرد نیز شریک می‌دانند. اما امینجان گلمرودزاده ایده‌های مقامات را رد کرده گفته بود شهادتنامه تولد و دیگر حجت‌های مربوط به هویتش را برای قانونی گرفته است. گپ در سر آن است که با اداره مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی تاجیکستان یک مکتوب وارد شد، مکتوب یک شهروند، مکتوب شکایتی یک شهروند و این شهروند از جمله از فعالیت سودیه سود ناحیه اسماعیل سامانی خورشید سازاده که بررسی پرونده امینجان گلمرودزاده را به عهده داشت از فعالیت همون شکایت کرده است. در جواب به شکایت این شهروند معاون رئیس شورای عدلیه جمهوری تاجیکستان ام پولودی جواب نوشته است که عریضه عادی رعایت نشدن طلبات معیاری کودکس مرافعه گرزنی جمهوری تاجیکستان دایر به مهلت بررسی پرونده در فعالیت سودیای سود ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه نوروززاده و عیسی‌زاده تحقیق خود را یافت. بنابراین نسبت سودی‌ها پرونده انتظامی آغاز گردید. یعنی که هنوز ما نمیدونیم که هنگام بررسی پرونده امینجان هم به نظر گرفته می شود یا نه، اما با در نظر داشت آن که واقعا هم این سودیا هنگام بررسی قضیه امینجان گلمرودزاده و به وجدانی و به سوادی راه داده بود، با در نظر داشت همین با در نظر داشت که احتمالاً صفی یک گونه سودیه ها کم شود ما خبر را پخش نمید. این زمان بررسی قضیه در سود عالی است و گمان دارم که سود عالی نهایت خلاصه منصفانه می‌دارد.